میخوام امروز ببینیم که تیلر سویفت از سن 13 سالگی تا الان چه تغییراتی روی صورتش انجام داده و در مجموع چقدر هزینه کرده تا به این فرم برسه. این عکس که مربوط به 13 سالگی تیلر سویفت میشه، هنوز فرم نهایی صورتش رو نگرفته. میبینید که حالت صورتش هنوز گرده و معمولا دخترها تا سن 16 سالگی فرم نهایی صورتشون مشخص نمیشه. مربوط به سال 2006 میشه که تیلر در واقع 17 سالشه. توی این عکس مشخصه که فرم لبهاش خیلی فرم زیباییه. فیلترومش کوتاهه، یعنی فاصله بین بینی و لب بالاش کوتاهه، از جذابیت‌های صورت زنانه محسوب میشه و همچنین فرم لب‌های بالاش برجستگی طبیعی داره که جذاب‌ترش کرده. فرم چونه و زاویه خیلی قشنگی هم داره تو این عکس. عکس بعدی مربوط به سال 2007 میشه که تیلر 18 سالشه. توی این عکس میبینی که فرم چشماش بادومیه، خیلی زیباست و همینطور بینیش به اندازه فاصله در واقع کانتوس‌های داخلی چشم از این قسمت‌ها پهنا داره و پوستش نازکه. در مجموع پوست بینی رو ما از پهنای آلاهای بینی میتونیم تشخیص بدیم که چقدر نازکه. پوستای نازک کلاً بعد از عمل جراحی بهبود بهتری دارن و جاشون هم کمتر باقی مونه جای بخیه ها. این تصاویر مربوط به سال 2009، 2010، 11، 12 اینا تغییر نداشته. و تو 2013 هم میبینیم که پیشونیش یه مقدار خط و خطوط داره، نشون میده که هنوز بوتاکس رو شروع نکرده. نیازی هم نداره. اینجا الان 24 سالشه و میدونین که بهترین سن شروع بوتاکس زمانیه که چین و چروک‌های مقدار استاتیک بشن، یعنی وقتی که صورت رو تکون نمیدین هم باقی بمونه، که الان تیلر به نظر نمیرسه تو این سن احتیاج داشته. خب در سال 2015 سن 26 سالگی به نظر میرسه که فرم چشم‌ها و پلکاش عوض شده، یعنی به نظر من عمل بلفاروپلاستی انجام داده تو این سن. همینطور حالت گونه هاش یه مقدار برجسته تر شده که این برجستگی میتونه به خاطر تزریق فیلر یا حتی ایمپلنت گونه باشه که انجام داده. خب در سال 2016 همونجور که میبینین فرم بینیش باریکتر شده و دیگه پهناش از بالا تا پایین به اندازه کانتوس‌های داخلی چشم نیست. به نظر میرسه یک عمل رینوپلاستی انجام داده، خیلی نامحسوس و طبیعی و چون پوست نازکی هم داشته مشخص نیست جای بخیه هاش، ولی کلاً بینیش باریکتر از قبل شد. این عکس هم که مربوط به سال 2017 میشه، 28 سالشه. مشخصه که فرم بینیش تغییر کرده، باریکتر شده، کانتور صورتش عوض شده، فرم گونه ها، فرم چونه تغییر کرده، گونه هاش برجسته تر از قبل به نظر میرسن. نسبت به سال 2009 مثلا بخوایم مقایسه بکنیم کاملا تغییر گونه ها و بینیش مشخصه. در سال 2019 سن 30 سالگی به نظر میرسه مجددا عمل بلفاروپلاستی و جراحی لیفت انجام داده، چون که چشم ها فرمش بازتر شده و فاصلش با ابرو بیشتر شده. حالا جای این بخیه هاش ممکنه که زیر این چتریایی باشه که همیشه داره، چون بخیه هاش یا از روی پیشونیه یا از این قسمت زیر موه و مشخص نیستش که الان بخیه‌اش کجاست. همینطور توی این عکس میبینیم که لب پایینش یه مقدار برجسته تر از قبله. ممکنه که از فیلر استفاده کرده باشه که لبش برجسته تر شده. در 33 سالگی سال 2022 میبینیم که یه مقدار فیلترومش بلند شده نسبت به اون عکسی که خب اوایل نشون دادیم فیلتروم کوتاهی داره. فیلتروم در واقع اون فاصله لب بالا و بینیه که با افزایش سن به مرور زمان این فاصله بیشتر میشه. یه علت دیگه بلند شدن فیلتروم عملهای جراحی بینی هم هست. اونایی که در واقع قد بینیشون رو کوتاه‌تر میکنن ممکنه که این فاصله بیشتر به نظر برسه. و جایی دیدم که میگفت $80,000 هزینه اعمال زیبایی شده که تیلر سویفت روی صورتش انجام داده. خوشحال میشم که سابسکرایب بکنیم و لایک یادتون نره.